من خدای خودم رو میخوام. من رب خودم رو میخوام که گمش کردم، به خدایان باطل چسبیدیم. رب یعنی چی؟ وقتی میگی یا رب یعنی چی؟ یعنی ای خدای خودم، ای مهربان خودم، ای رب خودم. فکر میکنی که مال خودت تنهاست. شکر خدا میکنیم که خدا انحصاری نیست، مال شیخ ها و ملا و آخوندا نیست. خدا مال همه است. همیشه آنلاین، نیازی به من نداره و امثال من. مال همه است. کافی است که تو خلوت خودت دستتو بلند بکنید، اونجا احساس میکنی وقتی میگی یا رب، ای رب خودم، ای خدای خودم، احساس میکنی که اون لحظه مال خودت تنهاست. اکنون دستان دردمند و نیازمند خویش را بر آستان نیلوفرینت میگشایم. آستان نیلوفرینت، گل نیلوفر تو آب در میاد، برگه های پهنی داره که پهن میشه روی آب، برگه های بنفشی که آدم رو دیوانی میکنه. ساحت خدا رو آقای شریعتی تشبیه میکنه به زیباترین گلها. سبحان الله. الله خالق زیبایی هاست و ما تا این زیبایی های خلقت رو نبینیم ایمانمون کامل نخواهد شد. اکنون دستان دردمند، من درد دارم، من درد دارم که دستم رو بلند کردم، و نیازمند. سبحان الله. یا ایها الناس، الله داره میگه انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه تون به درگاه خدا نیازمند و فقیرید. اللهی که صمده، از همه بی نیاز و همه به او نیازمند. بریم کتاب‌های اسماء الحسنا رو مطالعه بکنیم. 99 اسم پاک و مقدس. اگر بفهمیم، پیام‌هاشو دریافت بکنیم، بهش اعتقاد داشته باشیم و دستورالعمل زندگیمون قرار بدیم، زندگیمون متحول میشه و زندگی کسانی که باشون مرتبط میشیم، ارتباط برقرار میکنیم، اونها را متحول میکنیم.